دادگاه ناحیه رودکی به بررسی پرونده مهیا یعقوبووا شروع کرد که به قول تفتیشات با وارد کردن سوزن به بدن کودک یک سالش او را شکنجه می‌کرده است. اگر کودک سوزانو فرو می‌برد این در راه هاضمه می‌بود تا که پوست دیگه عضو دماینه سر نمی‌شد. این ابرون با نمود سوزن زدن در آوردگی کی در آورده کی در آورده. از بدن مدثر یک ساله ماه ایول همین سال طبیبان قریه بالا 10 سوزن بیرون کردند. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند مادر او مهیا یعقوبووا اقرار شده است که به قصد شوهری در روسیه بودهش به بدن مدثر سوزن خلانده است. ما فکر نبودیم این سوزن خود به خود پیدا شدگی. این در بدن کودک نمیدانم ای کجا پیدا شده. در مرافعه مهیا از سخنان اول خود دست کشیده گفته است زیر فشار مفتشان گناه را به گردن گرفت. اقربای شوهر مهیا به بیگناهی کلین خود پای فشاری دارند. اینا در خیالم همه کدامش همه مجبور کردگی که به گردن گیر گفتن یا دخترخانه به گفتگی یا ملسخانه به. خود این مهیا که کنارش مدثر بود هنگام بیرون شدن از تالار سود افسرده حال میتابید. او بار دیگر تاکید کرد که گناهی ندارد. نمیدونم من این کار کردگی نیستم برای همو باوری دارم که خیلی خودم در باوری دارم که نکردگیم این کار ده خیلی جوابگری ده میکشونم که من نکردگیم که چی دلیل دارم من مثلا. با این مادر برای قصدن به سلامتی کودک ضرر رسانیدن تا 10 سال زندان تهدید میکند.